با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان. امروز دوست دارم یک پاکسازی کامل رو نشون همگی شما هم بدم. این صورت مدل ماه قبل از پاکسازی. ببینید خط دور چشما هست، بین ابرو یه مقدار کدری پوست، ناپاکی های دور بینی، روی چونه، روی پیشونی، حتی روی گونه ها. موقعی که ما میگیم پاکسازی دوستان، منظور به اینه که از زیر پوست تا روی پوست رو تمیز میکنیم. این مدت پاکسازی 1 ساعته. در مدت پاکسازی تمیز میشه پوست، لایه برداری میشه، پوست یک نواخت میشه رنگش، تمام ناپاکی های زیر پوست کشیده میشه بیرون و پوست بعدش تمام ناپاکی های پوست کشیده میشه بیرون. با دستگاه های فرکانسی روزنه های پوست بسته میشه، ماسک لیفتینگ زده میشه، ماسکیه که تمام عضله های پوست رو میکشه و مدل ما دیگه قادر حتی به تکان دادن پوستش نیست. تک تک این مراحل رو براتون توضیح میدم. بریم اول پوستمون رو تمیز کنیم. پوستی که داریم پوست خیلی میکسیه، پوست خشک و چرب قاطیه. پوست رو تمیز میکنیم. در مرحله پاکسازی دوستان، اگر احساس کردین محصولی که به پوستتون میزنن یک مقداری میسوزه یا مقدار زیادی میسوزه یا یک مقداری تینگل میکنه و یا جمع میکنه پوست رو، همش نرماله. پاکسازی که داریم به این مدل میدیم و یا شماها میرین و از نماینده خودمون یا از طریق خودم میگیرین، پاکسازی که جنبه دارویی داره. ما بهش میگیم medical facial procedure. تمام محصولاتی که میبینین کازمسوتیکال و یا فارماسوتیکال جنبه دارویی داره که ما بتونیم بریم زیر پوست و تمام ناپاکی هایی که حتی با چشم لخت دیده نمیشه ما بکشیم بیرون. همون ناپاکی هایی که شما رو دچار زردی پوست میکنه، گرفتگی پوست، خستگی پوست که هرچی که حتی آرایش میکنین هنوز روی پوستتون خسته است و اون آرایش جوری که باید پوست رو قشنگ نشون بده نمیده. اینا همش به خاطر اون گرفتگی و خستگی پوسته. در مرحله اول میریم و پوست رو تمیز میکنیم. ببینین دلیلی که میگم این محصولات کازمتیک و جنبه دارویی داره به خاطر اینکه ببینین برای هر مدلی، برای هر کسی مقدار به خصوص خودش رو ما باید قاطی کنیم. این محصولات قطره‌ای زده میشه، جوری نیست که بتونیم از توی جار برداریم، از توی قوطی و همینطوری بزنیم به روی پوست مدل. باید طبق نوع پوستشون و کششی که پوستشون داره و یا حساسیتی که داره و یا نداره بزنیم روی پوست مدلمون. ببینید یک محصولیه که قاطی کردم باید زیر بخور زده بشه موقعی که مدل ما خوابیده تا بتونه پوست رو حسابی به قول معروف بپزه، لایه برداری بکنه و بره زیر پوست و تمام ناپاکی هایی که زیر پوسته رو بکشه بیرون که ما بتونیم تمیزش کنیم بدون اینکه جای دستی روی پوست بمونه و یا هیچ نوع عوارض جانبی به پوست ما بده.
این 3 محصولی که قاطی شده یک گونه لایه برداره که روی پوست زده میشه، ولی خیلی دوستانه با پوست رفتار میکنه که با گرما روی پوست باز میشه، با گرمای اون بخور خطور میکنه زیر پوست و هرچی ناپاکیه کمک میکنه که از زیر پوست بیان روی پوست و به اصطلاح ما اونا رو جارو میکنیم، جمعشون میکنیم. دوستان منتظر میشیم که این بخور به پوست مدل ما بخوره. ببینین من با گرمای این بخور باید این لایه بردار رو اکتیوش کنم، به فعالیتش برسونم. اینو میزنیم به پوست کلاینت و یا مدل عزیزم. یک لایه برداری عالی برای گردن، چون میبینین بعضی ها گردنشون 2 رنگه، 2 جزء است. ما میتونیم خیلی راحت گردن و پوست صورت رو یک رنگ بکنیم و یک حال درست حسابی به گردنمون بدیم. پوست گردن که کمتر از پوست صورت نیست. خیلیا کرما رو به گردنشون نمیزنن، فقط به دور چشم پوستشون، ولی نمیدونن که به مرور زمان پوست و جزئه میشه. بنابراین حتما پاکسازی که میرین امفسایز کنین، بگین که ما میخوایم به گردنمون هم محصولات بخوره و یا حتی اگر هم مچ نمیکنه یک محصول دیگه ای رو به گردن بزنن که اون هماهنگی رنگ و تکسچر بین گردن و پوست شما باشه. چشم رو میپوشونیم و مدل ما باید 10 دقیقه زیر بخور باشه. بعد از 10 دقیقه پوست رو پاک میکنیم. خیلی باید مواظب باشیم که این محصول توی چشم نره. مدل ما هنوز زیر بخوره. بخور رو خاموش نمی کنیم تا لحظه‌ای که بخوایم شروع کنیم به اون پروسه اکستراکشن دیگه بخور لازم نداره. از روی دکولته و گردن مسیر پاک می کنیم. ببینید آلردی پوست چقدر تمیز و بازتر و زیباتر می‌کنه. این به خاطر بخوری نیست که بگیم زیر بخور گرم رفت این پوست قشنگتر شده، البته که درسته، ولی این به خاطر محصولیه که زیر بخور زدیم و پوستمون رو یکی 2 لایه برداشته. بریم ببینیم پوست مدل ما جریانش چیه. حتما باید این توضیح رو بدیم به مشتریتون و یا به مدلتون که این پروسه همراه با یک مقدار inconvenience، درد کم، درد زیادی نه، ولی خب زیاد راحت نیست.
کاری که میکنیم گفتم تمام این ناپاکی ها رو جارو میکنیم. من خودم شخصا در مرحله اول پوست رو زیر ذره بین میذارم. ببینین پوستی که ما زیر ذره بین میذاریم و میبینیم ناپاکی هاشو، شماها چیزی که ما میبینیم و نمیبینیم. ولی خب اگر کاش که میشد که ببینیم که چه چیزایی از زیر پوست ما در اومده اینجا. یک دونه وایت هد بزرگ روی بینی ایشونه که البته ما بر میگردیم در مرحله اول چیزایی که فقط روی پوست قرار گرفته و از زیر پوست زده بیرون رو همه رو پاک میکنیم. بعد میریم یکی یکی سراغ ناپاکی هایی که باید با فشار، بهش میگن black head, white head، جوش های سرسفید، سرسیاه، اینا رو دراریم. بعضی از این جوش ها باید با لنست باز بشه، با سوزن. بهش میگن میلیا، جوش های سرسفید و یا سرسیاهیه که دیگه به خاطر نرسیدگی مدت زمان زیاد اینا بسته شده، یک حاله سفتی گرفته شده روی اینا و ما باید اون رو باز کنیم، بشکنیم، بریم زیر پوست و تمیزش کنیم. من یه فشاری میدم، یک مقداری خوشایند نیست ولی خب منو ببخشید. نمیدونم اگر بتونین اینو نشون بدین، ولی ببینین به خاطر نرسیدگی زیاد به پوست یک میلیای بزرگ از روی پوست برداشتیم. مدل ما خیلی قشنگ داره تحمل میکنه، چون این پروسیجر یک مقداری اذیت کننده است ولی خب باید تمیز بشه. ببینید اگر پوست تمیز نشه هیچ گونه نتیجه‌ای تو پاکسازی ما نمیتونیم بدیم. مرحله اولینه که تمیز کنین پوستتون رو. دقیقا مثل اینه که یک منزلی رو دارین ولی پر از دکور و قشنگی، منزل کثیفه، باید تمیزش کرد که اون دکور و قشنگی خودش رو نشون بده. پوست ما هم همینه. معذرت میخوام، ایشون دردشون میاد، صدای خودشون هم ما میشنویم. این بینی ما کارش almost تمامه. ببینین روی گونه ها باز هم میلیا داریم اینجا. فقط اون پوست روی اون میلیا رو ما میگیریم، نمیریم دیپ که چقدر هم عمیقه. بعضی از اینا انقدر سفت شده و عمیق شده که یک مقداری ممکنه جاش برای 2-3 روز اسکب بشه، یعنی یک مثل یه زخم کوچولو و بعد میفته که اصلا نگران اون نباشیم. ولی خب اینا باید در بیاد